سلام، در خدمت شما هستم با جلسه سوم آموزش طراحی سایت. توی این جلسه قراره بپردازیم به مبحث قالب سایت. همین ابتدای من یه نکته بگم خدمت شما، اونم این هستش که توی وردپرس به قالب میگن پوسته، یعنی اولین بار که ترجمه شده این کلمه قالب رو اومدن فارسی سازی بکنن و عرضم به حضورتون نخواستن از یک کلمه عربی استفاده بکنن و به کلمه پوسته ترجمه کردن. پس منظور از پوسته همین قالب سایت هستش. قالب سایت هم همون شکل و نمای سایته که یه تم متفاوت به سایت میده و ظاهر سایت رو کلا تغییر میده که میتونیم اون رو از طریق پیشخوان وردپرس نصب بکنیم. قالب‌های وردپرس رو میشه از جهات گوناگون دسته‌بندی کرد. یکی از این جهات که الان میخوایم بهش بپردازیم تقسیمش به قالب‌های رایگان و پولی هست. خب یه سری از قالب‌ها هستن که بدون پرداخت هیچ هزینه‌ای میتونیم روی سایتمون نصب کنیم. یک سری دیگه از قالب‌ها رو باید بابتشون هزینه پرداخت کرد. اینا یه تفاوتایی با هم دارن که در ادامه بهشون اشاره میکنیم. اول ویژگی‌های قالب‌های وردپرس رو، قالب‌های رایگان وردپرس رو بررسی میکنیم. قالب‌های رایگان وردپرس معمولاً قالب‌های ساده هستن، خیلی قالب‌های پیچیده‌ای نیستن، چند تا صفحه دارن و خیلی راحت میشه اینا رو ایجاد کرد و باشون کار کرد. پس اولین ویژگی قالب‌های رایگان وردپرس این هستش که این قالب‌ها ساده هستن و ساده بودن هم همیشه به معنای بد بودن قالب نیست. خیلی وقتا ساده بودن قالب باعث میشه که سایت ما یک رابط کاربری بهتری داشته باشه. بنابراین فکرتون نره به این سمت که الان یک قالب خیلی خیلی پیچیده شما استفاده میکنید و خیلی خیلی بهتره. نه، اصلا اینجوری نیست. خیلی از قالب‌های پیچیده هم اتفاقا بهتره که به صورت ساده در بیاریم، حالا از امکاناتشون استفاده بکنیم ولی سادگی کار رو حفظ بکنیم تا کاربر وقتی میاد داخل سایت میشه خیلی گیج نشه. تو قالب‌های رایگان وردپرس قالب‌های پیچیده هم هست، اما معمولا قالب‌های ساده‌ای هستن. این قالب‌ها معمولا سبکن، یعنی فایل‌های زیادی ندارن، یه چند تا دونه فایل سبک دارن که با هم تلفیق شدن و قالب سایت رو تشکیل دادن. خیلی از اوقات آپدیت نمی‌شوند. خب وردپرس میدونید که توی تایم‌های مختلف آپدیت میشه که قالب‌های رایگان از اونجا که رایگان هستن طبیعتاً طراحشون نمیاد خیلی وقت صرفشون بکنه و اینا رو هی آپدیت کنه و در اختیار بقیه قرار بده و معمولاً خیلی از اوقات قالب‌های رایگان آپدیت نمیشن. حالا جایی هم هست که قالب‌های رایگان بدن و قالب‌ها آپدیت هم داشته باشن و پشتیبانی هم ندارن، چون که رایگان هستش دیگه هزینه رو به عنوان پشتیبانی نگرفتن که بخوان بهمون پشتیبانی ارائه بدن. بنابراین اگر با قالب به مشکلی برخوردیم خودمون باید یه جوری مشکل رو حلش بکنیم. معمولا امکانات اولیه وردپرس رو پوشش میدن و از این جهت مشکلی ندارن. حالا در آینده با امکانات اولیه وردپرس هم آشنا میشیم کاملا. فایل داکیومنت هم ندارن. فایل داکیومنت یه توضیح بدم خدمتتون. فایلی هستش که معمولا توی پوشه قالب‌های حرفه‌ای وجود داره، میاد یه سری مباحث رو بررسی میکنه که اولا میاد قسمت‌های مختلف قالب رو باز میکنه، حالا فارسیش میشه مستندات، میاد ریز به ریز اینا رو توضیح میده که مثلا اینجا برای این کاره، با این قسمت میتونید این کار رو انجام بدید و قالب رو آموزش میده که قالب‌های رایگان فایل داکیومنت ندارن. یه نکته هست، اونم اینه که مثلا این که آپدیت نمی شود یه نقطه ضعف به حساب میاد برای ورژن های رایگان، اما اگر شما قالب رو از جای خوبی تهیه بکنید اینا معمولا آپدیت هم میشن و با امکانات جدید وردپرس همخوانی پیدا میکنن. بنابراین خیلی مهمه که از کجا قالب رو تهیه بکنیم، چون علاوه بر آپدیت شدن باید حواسمون به کدهای مخرب، لینک های اضافه و تبلیغات هم باشه. عرض به حضورتون بعضی وقتا آدم میره توی مارکت های ایرانی
قالب بگیره که کلا در نهایت پشیمون میشه از این کار. 5 مگ قالبه و 10 مگ هم میبینی داخلش فایل‌های تبلیغاتی و عکس و پی دی اف و داستان و این چیزا گذاشتن که قالب و هویت قالب و کلا میبره زیر سوال، تبدیلش میکنه به یه محصول دیگه هستن. ولی اگه از جای معتبر قالب رو بگیرید که حتما هم باید اینجور باشه، هم از جهت ویروس و اینا خیالتون راحته و همین که قالبتون آپدیت میشه. خب توصیه من این هستش که این قالب‌های رایگان رو از پیشخوان وردپرس تهیه بکنید که الان میریم از این طریق با هم چند تا دونه از این قالب‌ها رو دانلود میکنیم و اونا رو روی سایتمون فعال میکنیم. خب برای اینکه وارد مدیریت سایتمون بشیم، بعد از وارد کردن آدرس سایت یه /wp خط فاصله ادمین هم میزنیم، /wp خط فاصله ادمین. شما با وارد کردن این میتونید وارد پیشخوان وردپرس بشید و سایتتون رو مدیریت کنید. حالا شاید این صفحه براتون باز نشه و وارد این صفحه بشید. اینجا بعد از وارد کردن یوزر و پسوردی که جلسه قبل ساختیم و اگه این تیکم بزنید، لازم نیست که هر سری که وارد شدید دوباره پسورد و یوزر رو بزنید. خب قبل از اینکه بریم سراغ قالب، یه توضیح راجع به خود اجزای وردپرس بدم. خب اجزای وردپرس از 3 بخش تشکیل شده. اولی سایت بار بالا هستش که منوی اول یه سری توضیحات و مستندات راجع به وردپرسه که اصلا لازم نیست بخونیدش. منوی دوم بازدید سایت که با کلیک کردن روش وارد سایت میشید و تغییراتی که ایجاد کردید رو میبینید. اگه دوباره کلیک کنیم برمیگردیم به پیشخوان وردپرس. منوی سوم آپدیت هایی که میاد رو میتونید ببینید و منوی 4 میتونید کاربر یا نوشته یا چیزی به سایت اضافه کنید. از این قسمت هم میتونید پروفایلتون رو ویرایش کنید. اجزای دوم پیشخوان وردپرس هست که قسمت مهمش هست. شما میتونید سایتتون رو زیرو و همیشه کلا با این قسمت تغییر بدید. حالا در آینده قراره که به تک تک اینا بپردازیم. و قسمت سوم وردپرس میشه محتوای وسط سایت که شما اینجا میتونید سایتتون رو ببینید چه تغییراتی کرده. از این قسمت میتونید تحلیل های سایت رو ببینید که مثلا ببینید اخبار جدیدی راجع به وردپرس، نمیدونم آپدیت های جدید یا وضعیت سلامت وردپرس. همه اینا رو میتونید از اینجا مدیریت کنید. و حالا بریم که یک قالب برای سایتمون دانلود کنیم. شما برای این کار باید وارد گزینه نمایش قسمت پوسته بشید. خب اینجا قالب های سایت رو میبینید. این چند تا قالب به صورت پیش‌فرض روی وردپرس نصب شده. ما فقط کافیه که با یک کلیک الان میبینید که قالبی که روی سایت هست این هستش. این شکل ظاهری سایت. ما الان میخوایم تغییرش بدیم. روی گزینه فعال نماییده یکی دیگه از قالب‌ها کلیک کردم. بریم ببینیم چه تغییری کرد. خب رنگ سایت تغییر کرد و این گزینه سرچ بهش اضافه شد. برگ نمونه اومد اینجا، عنوان سایت رفته اونجا و یه سری تغییرات دیگه. خب بریم یه قالب دیگه فعال کنیم. به همین صورت خیلی راحت شما با فقط یک کلیک میتونید ظاهر سایت رو تغییر بدید. خب این یکی خیلی ساده تر بودش. شما از این قسمت میتونید قالب ها رو دانلود کنید. قالب های مطمئن و معتبر وردپرس که رایگان هم هستن. از بخش محبوب میتونید قالب هایی که مردم بیشتر نصب کردن رو ببینید. معمولا این بخش ویژه قالباش آپدیت داره و
قالب‌های شاخص وردپرس هستن. توی قالب با سلیقه خودتون نصب کنید، ببینید برای چه کاری میخواید، یعنی تو چه زمینه فعالیت میکنید و با در نظر گرفتن اون برای خودتون یک قالب انتخاب کنید. شما میتونید از این قسمت برای قالبی که میخواین فیلتر بذارید، یعنی مثلا موضوع کار شما اگه عکاسی هستش، اینجا مثلا تیک عکاسی رو بزنید و ویژگی هایی که میخواید رو بهش اضافه کنید. مثلا من میخوام پس زمینه دلخواه بذارم، تیکش رو زدم و میخوام یک ستونه باشه سایتم. میبینید که این گزینه ها برای من وجود داره، 767 تا گزینه. خب یکی دو تا دیگه قالب نصب کنیم روی سایت. مثلا این قالب شکیل قالب قشنگی به نظر میرسه. با کلیک کردن روی نصب قالب برای ما نصب میشه و بعد از اینکه دانلود شد و نصب شد روی فعال نمایید کلیک کردید روی سایت اجرا میشه. خب ما سایتمون خیلی خشک و خالیه، هیچ فایلی توش نیست، هیچ عکسی توش نیست. میبینید که الان با خیلی تغییر میکرد اما باز یه چیز ساده است. خب شما از این طریق گزینه نمایش پوسته ها و زدن روی افزودن میتونید قالب هایی که خواستید رو بارگذاری کنید، یا از بارگذاری پوسته میتونید قالب هایی که از داخل سایت های دیگه دانلود کردید رو از این قسمت آپلود کنید. خب شما خودتون بگردین داخل این قالب ها و به نظر من که کاری لذت بخشی هستش. برای خودتون بگردید قالب هایی که میخواید رو روی سایت پیاده کنید، هر کدومشون رو که خواستید نصب کنید و ما بریم که دوباره برگردیم به اسلایدها راجع به قالب های پولی صحبت کنیم. بریم سراغ دسته دوم قالب ها، یعنی قالب های پولی. اولا که خیلی پیشرفته و پر امکاناتند. این قالب ها به دست افراد خیلی حرفه‌ای طراحی شدن و میتونید باهاش سایت های خیلی بزرگ و پر امکاناتی رو بسازید و خیلی امکانات زیادی دارن. مسئله بعدی اینه که نسبت به قالب های رایگان سنگین تر هستن، یعنی هاست قوی تری میخوان و عرضم به حضورتون چون امکانات بیشتری دارن خب طبعا فایلاشون هم بیشتره و هم سنگین تر. معمولا به صورت منظم آپدیت میشن، یعنی هم آپدیت های امنیتی دارن و هم به امکاناتشون اضافه میشه و هم امکاناتشون بهبود پیدا میکنه. توی این آپدیت ها هر تغییراتی که پیدا میکنن رو معمولا توی سایت های خارجی تحت عنوان چنج لاگ میذارن. مثلا میگه تو فلان تاریخ این قالب چه تغییراتی توش اعمال شده. پشتیبانی دارن، اگه شما به مشکلی در رابطه با قالب برخوردید یه دونه تیکت میزنید، خیلی زود جواب میگیرید، یا طرف دسترسی رو به عهده میگیره و مشکل رو حل میکنه یا راهنماییتون میکنه برای مشکل و خودتون مشکلتون رو با قالب حل کنید. بنابراین خیالتون از این بابت هم راحت باشه. معمولا به وردپرس امکاناتی اضافه میکنه، یعنی خودش هم یه سری امکانات پیشرفته داره که روشون برنامه نویسی شده و یه سری امکانات دیگه به وردپرس اضافه میکنه. فایل داکیومنت هم داره که همونطور که گفتم راهنمایی دقیق داره در رابطه با اینکه چجوری با قالب باید کار کرد. فایل‌های داکیومنت معمولا انگلیسی هستن و اجزای مختلف قالب رو توضیح میده. عرضم به حضورتون که مسئله‌ای که الان داریم اینه که قالب‌های پیشرفته رو از کجا تهیه کنیم. اولا که شما میتونی یه قالب پیشرفته رو
یا یه قالب اختصاصی رو بدید یه طراح براتون اختصاصی طراحی کنه. مثلا اون چیزی که مد نظرتون هست رو بهش میگید مثلا این قالب رو با این امکانات با این شکل برای سایت وردپرسی من طراحی کن. من به صورت مشروط توصیه میکنم که از طراحی قالب استفاده بکنید، چون تو ایران طراحانی هستن که جایی که من دیدم و شنیدم اصلا آدم‌های خوشقولی نیستن، پول زیادی هم از شما میگیرن و در آخر چیزی که میخواید هم تحویل نمیگیرید. البته این چیزیه که من دیدم، شاید از بدشانسی منه که همچین تجربه کسب کردم. شما اگه طراح خوب پیدا کردید و مطمئن بودید که آدم خوشقولی هست و حرفه‌ای هستش تو کارش، عرض به خدمتتون که از لحاظ دستمزدم اگه منصف بود میتونید بدید براتون قالب رو طراحی بکنه. اما حواستون باشه بعد از طراحی باید برای پشتیبانی و آپدیت‌های بعدی که از طرف میاد باید دسترسی داشته باشید بهش. و در کل اگه بخوایم یه نتیجه گیری بکنیم این هستش که طراحی اختصاصی میتونه با شرایطی گزینه خوبی باشه که اون شرایط: 1. حرفه‌ای بودن طراح، 2. با نظم بودن طراح به موقع تحویلتون بده کارو، 3. ارائه پشتیبانی‌های بعدی، 4. قیمت مناسب. اگه دوست داشتید استفاده بکنید. و جنبندی که من دارم از این گزینه، از این مبحث، اینه که توصیه نمی کنم لااقل برای افراد تازه کار. یکی دیگه از جایی که میتونید قالب رو ازش بخرید سایت تمفارست است که باز اینم برای افراد تازه کار نیستش، ولی من توی این دوره آوردم که دید شما رو باز بکنم. تمام کسانی که توی ایران دارن قالب میفروشن از این سایت ها دارن قالب رو میخرن. البته سایت تمفارست هم از وقتی که مالکیت اون رو آمریکایی گرفتن، آمریکایی خریدن مالکیتش رو، کلا ایران رو از لیستش حذف کرده و گذاشته کنار که رفتار غیر حرفه‌ای هستش. اگه بفهمن ایرانی هستین حسابتون رو میبندن و اگه پولی هم پرداخت کرده باشید اونو دیگه پس نمیدن و خیلی ارادت دارن نسبت به ایرانی‌ها. شما میتونید با فیلتر شکن یا VPN این مشکل رو دور بزنید و راحت وارد سایت شید، با پرداخت دلار قالب مد نظرت رو بخرید. خب مباحث این جلسه هم تموم شد. تو این جلسه یک قالب برای سایتمون انتخاب کردیم و یه سری اطلاعات در مورد قالب به دست آوردیم و امیدوارم که مطالب براتون سودمند واقع شده باشه. موفق و پیروز باشید و علاوه بر این که موفق و پیروز باشید همراه ما هم باشید در اینستاگرام. اگه سوال چیزی هم داشتید ازم بپرسید، من پاسخ خواهم داد.